این شبها این امت که در کشورهای اسلامی در دنیا زندگی میکنند ساعت 2 شب بلند شوند و دست به سمت الله بلند کنند که خدایا اسرائیل را سربنیس بگردان. الله از صفحه تاریخ صهیونیست و یهودی پلید را حذف میکند. نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در این دنیا زندگی میکنند. 9 میلیون یهود مسلمان ها را ذلیل گردانیده است. 9 میلیون یهود حاکمیت میکند. 9 میلیون یهود خانه رب ما را از پیش ما غصب کردند. امروز ما کی را نداریم؟ عمر. امروز در میان امت عمر نیست. چون این دیوارها شکستانده نمی شود، این دروازه ها شکستانده نمی شود، چون علی نیست که دروازه خیبر را باز بکند. حتی حکام ما جرأت ندارند، حتی زمامداران کشورهای اسلامی بزدل شدند، جرأت نمی کنند که مرزهای خود را باز بکنند برای جوانان تا برود جوان اونجا از دین الله دفاع بکنند. امروز عمر نیست. اولین کسی که اون قدس و اقصی را، مسجد الاقصی را فتح می کند عمر است. ای کاش عمر جان امروز تو می بودی. ای کاش امروز تو می بودی که خواهرانت و دختران نبی در مسجد الاقصی زیر پای یهود لگدمال می شود. ای کاش تو می بودی ای عمر که فرزندان مسلمان و فرزندان نبی را می دیدی که زیر توب و تانگ صهیونیست و یهودی پلیدی که دیروز از بنو قریظه و بنو نذیر رسول صلی الله علیه و سلم اونها را اخراج کرد، همه شان را به درک فرستاد. امروز اونها آمدن از ما مسلمانان انتقام میگیرن. ای کاش که امروز تو می بودی ای صلاح الدین. یک دل مثل دل تو امروز باقی نمانده در این عالم. یک افسر انگلیسی نامه می نویسد به صلاح الدین ایوبی که ما می آییم به در مدینه، اونجا قبر نبی شما را باز می کنیم و جسد نبی شما را از قبر بیرون می کنیم، اون را دار می زنیم. به مجردی که این نامه می رسد به دست صلاح الدین ایوبی، اشک از چشمانش جاری می شود و بلند می شود از جای خودش قسم یاد می کند که خنده در لبان صلاح الدین ایوبی حرام است تا این سگ را به جهنم نفرستم که به نبی ما توهین کرده است. امروز میبینید صفحات را که در غزه چه اتفاق افتاده است. میدانید که فلسطین و مسجد الاقصی چه جایی هست. این ارتباط در عقیده من و تو دارد مسلمان. وقتی از بیت المقدس گفته می شود، از مسجد الاقصی گفته می شود، شاید بسیاری ها نفهمند چه ارتباط با ما دارد. ارتباط در عقیده و باور ما دارد. این قبله اول مسلمین است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقت داخل مدینه شد 16 ماه یا 17 ماه رو به طرف بیت المقدس نماز خوانده است. و مسجد الاقصی محل است که وقت آیه نازل می شود سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، در اون عام الحزن، سال غم که رسول خدا بهترین حامیان خود را از دست داد، ابو طالب از دنیا رفت، خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها از دنیا رفت، برای اینکه رب العزت و الجلال نوازش بدهد، تسلیت بدهد، آرامش به دل نبیش ایجاد بکند،
پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مهمانی به آسمان ها فرا میخواند. کن داستانش مشهور از شب معراج. میدانید که رسول خدا از کجا به سمت آسمان رفت؟ از صخره بیت المقدس. از صخره بیت المقدس، همون جا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم امامت میکند. امام اعظم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است که همه انبیا و پشت پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم در همون بیت المقدس نماز میخوانند. قبله انبیاست. ولی امروز تحت اشغال صهیونیستی یهودی قرار گرفته است. در این چند روز چند تا موشک به اون غزه برخورد کرد. چقدر مسلمان را به خاک و خون کشانید، چقدر اطفال را به خاک و خون کشانید، چقدر زنان و دختران که خواهر من و تو است مسلمانن به خاک و خون کشانیده شد. یک پیرزن که فرزند خود را هم از دست داده و با لگت عساکر کثیف اسرائیلی لگدمال می شود. ما می بینیم میشه. اگر تو بگویی جناب مولانا من هم دوست دارم اونجا بروم شهید بشوم، من دوست دارم اونجا بروم جهاد بکنم، خود را میخوای امتحان بکنی که این سخنت راست است یا دروغ؟ چقدر این سخنت ارزش دارد؟ چقدر این سخن را از عمق قلبت گفتی؟ از کجا بفهمی که این را راست گفتی؟ از اینجا فهمیده میشود که آیا این شبها در دلهای شب بلند میشه و گریه میکنی به حال امت مظلوم فلسطین. اگر همه امت نمیتوانند کمک فیزیکی بکنن، در این شبها بلند شوند جوانان امت، زنان امت، مادران امت دست خود را به سمت آسمان دراز بکنند. مگر تو نشنیدی که رسول خدا فرمود اتقی دعوت المظلوم، از دعای مظلوم بترس، فانها لیس بینها و بین الله حجاب، بین مظلوم و بین الله هیچ پرده و حجاب وجود ندارد. وقتی اون حالت را میبینیم، اون ذلت مسلمین را میبینیم، اون خاری مسلمان ها را میبینیم و صفحات تاریخ را مطالعه میکنیم، اون عزتی که در زمان عمر الله به مسلمین داد اون را میبینیم. چرا ما خاریم؟ چون چی وقت به ما فتح نصیب میشود؟ چی وقت ما دشمن را شکست میدهیم؟ زمانی که درون خود را فتح کنیم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید بزرگترین جهاد اون جهاد است که یک انسان با نفس خودش بکند. ما که نتوانستیم با نفس خود جهاد بکنیم. مجاهدین اسلام نبرد میکردن و جهاد میکردن. خنسا دعا میکند که خدایا من 4 پسر دارم، هر 4ش فدای دین تو میگردانم. در روز غزوه، روز نبرد، فرزندان خود را فرا میخواند، اسمهایشان را میگیرد، فلانی 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 فلانی. میدانید مادر شما به شما چی توصیه و نصیحت دارد، چی وصیتی دارد؟ میگویند چی مادر جان؟ ما در خدمتیم. میگه فرزندانم، ملاقات ما و شما در روز قیامت است. فرزندانم، ملاقات ما و شما در روز قیامت است. امروز که رفتین زنده بر نگردی، که من آمدم تا 4 تا فرزند خود را فدای دین الله بکنم. اگر یک مرد امروز دل خنسا را در این دنیا می داشت چه اتفاق می افتاد؟ اون وقت فرزندانش می رود در میدان، فرزند اولش مبارزه میکند و میکند شهید میشود، دومش میآید مبارزه میکند شهید میشود، سومش میآید مبارزه میکند شهید میشود، 4مش میآید مبارزه میکند شهید میشود. خنسا خبر ندارد
تا اینکه اجساد مجاهدین را از میدان جنگ بیرون میکنن. خنسا مادر میبیند که فرزند اولش را به تابوت گذاشتن، از کنارش تیرش میکنن، میگه الحمدلله. فرزند دومش میآوره میگه الحمدلله. فرزند سومش میاره میگه الحمدلله. فرزند چهارم را میآورن میگه الحمدلله. رو به طرف آسمان میکنن میگه خدایا ای رب من، تو شاهد باشی که من 4 فرزند خود را فدای دین تو کردم، شهادت فرزندان مرا قبول بگردان. کجاست امروز این دل؟ بسیاری جوانان از ایران دمی 2-3 روز به من تماس میکشن، پیام میگه ما میریم به فلسطین، پدر و مادر ما را نمیگذارد. ما میریم به فلسطین، پدر و مادر نمیگذارد. ای پدر بزرگوار، ای مادر بزرگوار، چی میخوایی از این افتخار بالا که فرزند تو شهید در راه الله بشود؟ ای کاش الله این لطف را در حق احمد فیروز بکند. ای کاش الله این لطف را در حق من احمد فیروز بکند که من شهید در راه الله بشوم. برادران من رفتم، حیات الدین صاحب رفت، ایاز نیازی رفت، مسلمیان رفت، مفتی نامان رفت، ولی من هنوز زنده هستم. که آن روز فرا خواهد رسید که من هم شهید در راه الله بشوم. از شهادت فرار باید غبطه بکنیم که چرا فلانی از من پیشتر رفت، چرا من نبودم. وقتی من اون عزت را که در جنازه صاحبی رحمت الله علیه دیدم، همون روز در روزه من این آرزو را کردم ای کاش امروز من می بودم اینجا. چی افتخار بالاتر از این که ما شهید در راه الله بشویم. آرزو بکنین جوانان، کمر ببندین و دعا بکنین که الله این مرزها را باز بکند، که تا نشان بدهیم به جهانیان که امروز جوانان امت نبی این دین را از جان خود بیشتر دوست دارند. تا به جهانیان نشان بدهیم که هنوز جوانان اون امت محبت پیامبرشون در قلبشون موج میزنند. هنوز فرزندان اصحاب پیامبر زنده هستند. نگذاریم دشمن را که از این بیشتر بر سر ما حاکمیت بکند. فقط کفار حق زندگی کردن را دارند. اون کفاری که حربی نیستن. اگر حربی هستند فتوا و حکم دین همی است که گردن اونها زده بشود. اونهایی که حربی نیستن جزیه میپردازند، فقط حق زندگی کردن را دارند، حق حاکمیت را ندارند. حاکمیت از آن مسلمین است. الله رب العزت و الجلال اون عزتی که از دست ما رفته دوباره به ما برگرداند.